و ما صحبت آقای کاظمیانی بروجردی شد ساعت قبل از که من به استودیو بیام. برخی از منابع خبری مختلف اینها اعلام کردن بام آزادی گرفته تا راهانا، خبرگزاری حقوق بشر ایران همون هست در واقع، نوشتن که مسئولین دادگاه ویژه روحانیت تهدید کردند که آیت الله بروجردی را به محلی دور افتاده و متروکه که فاقد هر گونه امکان ارتباطی باشد تبعید میکنند. این اتفاق به خاطر نگارش دو نامه است که به تازگی آیت الله بروجردی در زندان اوین نوشته و در بیرون از زندان منتشر شده. آیت الله بروجردی در این نامه به انتقاد از وضعیت کنونی کشور خواهان جدایی دین از دولت شده بود یا سیاست شده بود. بر اساس گزارش دریافتی راهانا، مسئولین دادگاه ویژه روحانیت از محل تبعید احتمالی این روحانی زندانی صحبتی به میان نیاوردند. بعد بخشی از بیانیه‌های قبلی ایشون رو آوردن، بیانیه 30 خرداد که ایشون پرسیده از نامه‌ای که به زندان بیرون درس کرده: سوال من از شما سردمداران دین دولتی این است که چگونه به خود اجازه می‌دهید تا در امور داخلی دیگر کشورها دخالت کنید در حالی که هیچ صدای مستقلی را در مملکت نمی‌توانید بشنوید. ایرانی در وطن خود استقلالی در تفکرات خصوصی و حتی رأی خود ندارد و همه ابعاد زندگیش تا خطوط قرمز زیادخواهان و سلطه طلبان احاطه کرده و اگر از دنیای آزادگان جهان نگران بشر مدد بخواهد به جاسوسی متهم می شود. درست میگن ایشون؟ اینجوری وزیرا؟ بله، دیدگاه حکومت بله، یعنی هر کسی که بخواد تظلم بکنه و بخواد دادخواهی بکنه، خب چون مراجع قضایی داخلی که نه تنها رفیق راه نیستن بلکه اصلا اون طرف هستن و به اصطلاح طبیعی هستش که دیگه امیدی مردم ندارن به اینکه بخوان به دامان اونها پناه ببرن یا شکایتشون رو پیش اونها ببرن. اینه که مجبور هستن به نهادهای مشروع بین‌المللی متوسل بشن و چون حکومت میخواد در از این راه هم مسدود بکنه، خب مستقیم نمیتونه بگه که مثلا شما به سازمان ملل نامه‌نگاری نکنید، اونها رو متهم میکنه به جاسوسی و خیانت به کشور، به همسویی با دشمنان ضد ایران، معمولا به اصطلاح ضد ایرانی هم اخیراً خیلی به کار میبرن که در اصل اونها ضد حکومت، ضد رفتارهای حتی حکومت ایران هستن، نه ضد اصل خود حکومت ایران. اما به حال این فضا رو میخوان بسازن دیگه. به حال وضعیت سختی که ایشون در زندان باش دوچاره رو موضع خودش ایستاده، یعنی هر کسی که در موضع خودش ایستادگی بکنه خب مجازات ها و تنبیه های بیشتری در انتظارش هست. همچنین جا داره از من آقای دکتر اکبر کرمی هم یاد بکنم، از زندان قم در وضع بسیار بدی به سر میبرن. 3 سال هم ایشون یه استاد دانشگاه بودن و به خاطر همین مقالات و مباحثی که داشتن و دیدگاه‌های دگراندیشانه که داشتن و دارن مجازات میشن. یا خانم بهاره هدایت و آقای میلاد اسدی، دو فعال دانشجویی که الان مدت زیادی است در زندان هستن. آقای عیسی سرخیز هم همینطور مشکل بها جسمانی عمده داره و کثیری از زندانیانی که انقدر تعدادشون زیاد شده بله در زندان اهواز. خود آقای زیدآبادی الان تقریبا 14 بیش از 14 ماه هستش که ایشون واقعا بهش یک مرخصی ندادن. پیمان عارف بود که بیمار بود، خوشبختانه آزاد شد. ولی یا خود آقای اوسانلو به حال با بیماری مختلفی هست. حالا اون برخورد به سال واقعا بسیار شنی رو با عروس ایشون کردن، پسر ایشون احضار کردن و واقعا خانواده ایشون هم از خانواده‌ای هستن که در طول چند سال گذشته بسیار بسیار زجر کشیدن و واقعا حقیقتا این خانواده ها سرمایه‌های آینده ایران هستن. بله، ایشون ضمن نوشتن ایران امروز شاهده، یعنی آقای کاظمی در این بیانیه دیگه‌ای که داشتن 6 تیر 1389 نوشتن التقاط جمهوریت با اسلامیت یک ایده نفسانی است. یه همچین مقاله‌ای داشتن. بعد در اون نوشتن ایران امروز شاهد سخت‌ترین تبعیض‌ها، ظلم‌ها و جنایات است. آیا افشار شما به یک روایت اشاره کردید بود؟ ایشون یک آیه قرآن رو یدخلون الناس فی دین الله افواج، این رو من یاد ایشون نوشتن که وضعیت جوری است که یخرجون الناس من دین الله افواج، برعکس شده. این رو من یادم هست آقای مهندس بازرگان هم همون روزهای اول بعد از انقلاب، بله، یعنی از مهندس بازرگان تا آقای کاظمیانی بروجردی امروز در زندان
این مسیر رو به یه نحوی دیدن. بله واقع بینانه است؟ بله کاملا واقع بینانه است. یعنی اگر ما بها جامعه رو ببینیم، خب جامعه ما نسبت به پیش از انقلاب به لحاظ حالا معیارهای تعلق به شریعت، مذهبی بودن، عمل به احکام اسلامی یا خود نگاه به دین، نگاه به روحانیت خب خیلی فرق کرده و درصد دینداران نسبت به اون موقع بر اساس ملاک‌های کاهش پیدا کرده و بخشی از دلایل اون هم به رفتار حکومت برمیگرده که با برخورد ابزاری از این، با سوء استفاده از این، به جای اینکه به حال فوج مردم به دین خدا به اصطلاح بپیوندن، عکسش شده که دارن به هر صورت خارج میشن و حقیقتا به جای اینکه دولت دینی ایجاد بشه، عملا یک دین دولتی ایجاد شده و در طول این سالها واقعا خود تبعیضات، فشارها و سختی ها بر علیه نیروهای مذهبی کمتر از نیروهای غیر مذهبی نبوده در دور خود همین حکومت مثلا مذهبی، یا حتی فشاری که بر خود روحانیتی که بخوان یک نوع نگاه مستقلی داشته باشن در حوزه های علمیه، اونها هم تحت فشار هستن یا حتی نمیتونن به حال آراء علمی خودشون رو داشته باشن. شما نگاه بکنید الان کار به جایی در جمهوری اسلامی رسیده که یک مسجد نمیتونه امام جماعت مستقلی اونجا باشه، همه رو یک سازمانی درست کردن به نام سازمان مثلا مرکزی اداره مساجد، اونها تعیین میکنن و همه این کسانی هم که امام جماعت میشن بی تردید وابستگان به حکومت هستن، کسانی هستن که به هر صورت به فرموده عمل میکنن، چاپلوسی میکنن، تملق میگن و کاملا مدافع موضع‌گیری آقای خامنه‌ای و جریان حاکمیت هستند، در حالی که در زمان شاه مساجد رو خود مردم و منطقه امام جماعتش رو تعیین می‌کردن، می‌نشستن می‌رفتن از قم، از مشهد، از جاهای دیگه روحانی رو می‌آوردن و کاملا جنبه مردمی داشتیم مساجد. اما امروز شما نگاه بکنید که ما یک مسجد هم دیگه واقعا نداریم، یعنی کاملا دارن مراکز مذهبی ما رو تبدیل مراکز دولتی میکنن که به طب خب وقتی نتیجه اینجوری میشه، خب مساجد هم خیلی خلوت‌تر میشه از مساجدی که واقعا اون روحانیه باشن که مردمدار هستن، خلق و خوی مردمی هستن، حامی حقوق مردم هستن، خیلی فرق میکنه.